سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که حال دلتون خوب و جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. میخوام چند تا نظر درباره خانم المؤمنین بگم که اگر حاجت داری، مشکل داری، گرفتاری، نظر رو انجام بده و حاجت بگیر. حتما روز شنبه 184 مرتبه صلوات بفرست و هدیه بده به خانم المؤمنین و ایشونو به جان پسرشون آقا عباس قسم بده تا حاجت دلتونو بده، حاجت روا بشین. محال قسم بدی ایشونو حاجت نگیری، حاجت روا نشی، به نیت حل مشکلاتتون. یه ذکری هم داریم تو قرآن اومده که این ذکر باعث میشه آرامش بگیری، باعث میشه اگر بخونی هر دردی، هر مشکلی داری برآورده میشه. این ذکر قوی رو اگه بگی هرچی غم و قصه داری همه از بین میره. انشاءالله که صبح از خواب بیدار شدی این ذکر رو 1 مرتبه بگو، شبم داری میخوابی 1 مرتبه این ذکر رو بگو. این ذکر قوی و قشنگ لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم، هم آسونه هم شیرینه. انشاءالله بگی و حاجت روا بشی. هر جا هستی، هر کجای ایران، هر کجای جهان هستی، حتما نظر خانم المؤمنین رو از دست نده. نظری که گره گشاست. این نظر گره باز میکنه، گره های کور رو باز میکنه، مشکلت حل میکنه. بزرگترین گره ها دست خانم المؤمنین باز میشه. کافیه 10 روز توسل کنی، از شنبه تا هفته آینده انشاءالله که حاجت میگیری. روزی 3 مرتبه سوره حمدو بخون، 3 مرتبه سوره توحیدو بخون و 184 مرتبه به نیت خانم المؤمنین صلوات بفرست و هدیه کن به ایشون. انشاءالله به 10 روز نکشیده حاجت روا میشی. اگر انشاءالله حاجت گرفتی که حاجت میگیری، بعد لقمه نون و پنیر و سبزی بین نیازمندان پخش کن. هر چقدر در توانت بود، 1 5 تا 10 تا هر چقدر تونستی. انشاءالله که خانم المؤمنین حاجت دلت بده، مشکلاتت حل کنه، گرفتاری تو برطرف کنه، رزق و روزی تو فراوان کنه. توسلم داریم، توسل 4 تا جمعه توسل میکنیم به خانم المؤمنین. این روزا چون شهادت خانم المؤمنین نزدیکه، هر نظری، هر توسلی، هر ختمی انجام بدی، خانم المؤمنین دست رد به سینت نمیزنه، حاجتت برآورده میکنه، مشکلت حل میکنه. 4 جمعه. جمعه اول 1 بار سوره یاسین رو بخون، جمعه دوم 2 مرتبه بخون، جمعه سوم 3 مرتبه، جمعه 4 که شد 4 مرتبه بخون و هدیه کن به پسرشون آقا حضرت عباس. خانم المؤمنین به خاطر پسرشون دست رد به سینت نمیزنه، دستت میگیره، حاجت روات میکنه، مشکلتو حل میکنه. اگر بزرگترین گره ها رو داری، هر کاری کردی گرت باز نشد، مشکلت حل نشد، شوهرت بیکاره، پسرت بیکاره، چه دار نمیشی، خونه نداری، مریض داری، 2 رکعت نماز بخونی، کافیه وضو بگیری و 2 رکعت نماز بخونی. شنبه ها دوستان عزیزم، شنبه وضو بگیر، 2 رکعت نماز بخون و هدیه کن به خانم المؤمنین. بعد یا 5 تومن، 50 تومن، 500 تومن، 5000 تومن بذار زیر سجادت. وقتی که نمازت تموم شد 184 مرتبه صلوات بفرست و این پول رو ببر هدیه کن به یه نیازمند. ببین که از سجاده بلند نشده حاجت روا میشی، حاجت دلت میگیری. ویم داریم که توسل به مادر امام زمان خانم نرجس خاتون. اگر هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، کافیه نظر خانم نرجس خاتون بکنی.
14 تا صلوات نیت میکنی و هدیه میکنی به خانم نرجس خاتون، مادر امام زمان. ببین چجوری حاجت روا میشی، حاجت میگیری. یک ختم مجرب برای خانه‌دار شدن. اگر تا حالا نتونستی خونه بخری یا پول پیش خونت کمه، نتونستی پول پیش خونت رو زیاد کنی، کافیه چله سوره یاسین رو بگیری، روزی 1 مرتبه سوره یاسین رو بخون و هدیه کن به خانم خدیجه کبرا. انشاءالله که به 40 روز نکشیده خدا یک راهی برات باز میکنه، یا خونه میخری یا پول پیش خونت زیاد میشه. معجزه سوره زاریات. بعضی از دوستان میگن ما خیر و برکت تو خونمون نیست، رزق و روزی نداریم، هر چی کار میکنیم پولمون خیر و برکت نداره. کافیه روزی 1 مرتبه سوره زاریات رو بخونی، سوره زاریات رو بخون، فراوونی برکت رو بیار تو خونتون. سوره زاریات برای فراوان شدن خیر و برکت و رزق و روزی و پول فراوان. نذر نمک یادتون نره، انشاءالله که با نذر نمک حاجت روا میشی. کافیه 5 بسته نمک بخری، رو هر کدوم 1 بار آیت الکرسی، 3 بارم صلوات بفرستی. نمک ها رو نگه دار، روز ولادت خانم فاطمه زهرا نمک ها رو پخش کن، انشاءالله که حاجت روا میشی. اگر با من همراهی کافیه چنل یوتیوب ما فالو کنی. التماس دعا، خدا نگهدار.